بابا 94 سال عمر دیدی در همین 94 سال چی دیدی همین زندگی 94 سال بچم چی عمر دیدم هیچ خیالم که بیدار بروم هیچ نیکی در قمویم اوی مکتوخت اولیا خیلوش میگه فرزندی پدری دروغه کو بابا خدا بتر فرزنده میوی نیک فرزند پدر نمیوی هموش بدگیش همون باید رفت میره و دیگه او بر نمیگرد که وقتی مردم مرا آی پولی خودم کفنیم کنیم 3000 توم 4000 توم در دستکاتر دادم اما برای مرده شبم برای مرده خور کنم ای همون پولی خودم بتیم پس ای من دیگه که اختیار فرزنده کنه او با خودش میکنه فرزنده که تربیه کرد من درم زندگی تربیه میکنه نکرد پس ای مردن من او با خودش میکنه و من هیچ فایده ندارم من فکر میکنم که همی فرزند های من فکر کت همیشم بیره بشود تو شوهر دو بچونه من فکر میکنم که همی خدا یکون کار بدهگی نکنه من در حیاتم همی 35 سال کار کردم یک کسم خریدم دیگه من خریدگی نیستم بطنم باید صوف که دولتی کار کنم که من همی فرزندهای ما عذاب نکشم بلوی راه نشم در و در یکم تو نشم خدای شکر که من در همی خیر اویله بزرگ غلطیدم که همی فرزندهای من چه خیلی کرد تربیه کرد و در دوی خود کرد بچه ها را خونه دور کرد دختر را 5 دختر را به شبهر داد ایرم همه کار نمیتونه بچه